از نظر تو جای چی توی این میکاپ خالیه؟ از نظر من جای ایشون. بیایم با هم آنباکسش کنیم. خیلی خوشگله. این رژگونه شیگلم یه سمت پودری داره یه سمت کرمی. بریم با هم دیگه تستشون کنیم. اول سمت پودریشو بزنم یا کرمیشو؟ بریم کرمیشو بزنیم. دلم نمیاد خرابش کنم. اوه چه پیگمنتی هم داره. خوبیش اینه که خودش آینه داره. خیلی قشنگ نیست؟ حالا بریم از قسمت پودریش روی این قسمت کرمیش بزنیم. خیلی پیگمنت دارن. نظرتون چیه؟ تفاوت اینور و اینور رو ببینید. واقعا رژگونه خوشگلیه. اینورم بزنیم. به نظر شما این میکاپ با این رژگونه دیگه چیزی کم داره؟